خب 2 ماه از پاییز گذشت و انگار نه انگار. آسمون صاف، زمین تشنه و صدها دارن نفسهای آخرشونو میکشن. میدونید؟ این 6مین سال پشت سر همه که خوشسالی شده مهمون ناخونده‌ی کشور ما. اما واقعاً داستان چیه؟ یعنی این فقط یه پدیده طبیعیه یا نتیجه مدیریت غلط خودمونه یا شایدم پایه یه توطئه بزرگ در میونه؟ توی این بررسی میخوایم یه بار برای همیشه این پرونده پیچیده رو باز کنیم. با هم سرنخ‌ها رو دنبال می‌کنیم، متهمای اصلی رو یکی یکی بررسی می‌کنیم و سعی می‌کنیم بفهمیم حقیقت پشت این بحران واقعاً چیه. پس بیایید این تحقیق رو با هم شروع کنیم. بسیار خوب، بیایید بریم سراغ اولین و شاید واضح‌ترین مظنون، خود طبیعت و تغییرات اقلیمی جهانی. آیا واقعاً زمین با ما قهر کرده؟ شواهد علمی در این مورد چی به ما میگن؟ این ساده‌ترین و در عین حال به نظرم قدرتمندترین تشبیه هست که میشه به کار برد. بله، ایران به معنای واقعی کلمه تب داره. دقیقاً مثل وقتی که بدن ما مریض میشه و دماش بالا میره، دمای کشور ما هم به طور خطرناکی در حال افزایشه. این عدد رو خوب به خاطر بسپارید. 1.8 درجه. این میانگین افزایش دمای ایران فقط در 50 سال گذشته است. شاید تو نگاه اول عدد خیلی بزرگی به نظر نیاد، اما وقتی اون رو با مقیاس جهانی مقایسه می‌کنیم، تازه عمق فاجعه مشخص میشه. نکته تکان دهنده دقیقاً همینجاست. ایران داره با سرعتی 2 برابر میانگین جهانی گرم میشه. خب این یعنی چی؟ یعنی تبخیر خیلی شدیدتر آب از سطح سدها، رودخونه‌ها و حتی خاک. یعنی آبی که قبل از اینکه ما فرصت کنیم ازش استفاده کنیم، بخار میشه و میره هوا. به عبارت ساده، ما داریم این مسابقه رو به خورشید میبازیم. و مشکل فقط گرم شدن نیست. نه، الگوهای جوی هم کاملاً به هم ریختن. سیستم‌های پرفشار جوی مثل یه دیوار نامرئی و غول‌پیکر روی کشور ما مستقر شدن. این دیوارها خیلی ساده اجازه نمیدن ابرهای بارونزا وارد آسمون ایران بشن و مجبورشون میکنن مسیرشون رو عوض کنن. نتیجهش هم میشه همین پاییزهای خشک و پر از گرد و غباری که توی شهرهای بزرگی مثل تهران، اصفهان و خوزستان داریم تجربه میکنیم. بسیار خوب. اگه فکر میکنید همه تقصیرها گردن طبیعت و گرمایش جهانیه، باید بگم که سخت در اشتباهید. حالا وقتشه که متهم دوم رو بررسی کنیم، جایی که خود ما وارد صحنه میشیم و راستش رو بخواید چند تا گل به خودی فراموش نشدنی به خودمون میزنیم. یه لحظه به این عدد نگاه کنید. 90%. باور کردنی نیست، اما 9/10 کل آب کشور ما داره تو بخش کشاورزی مصرف میشه. این آمار به تنهایی نشون میده که گره اصلی کار کجاست. ما داریم با ارزش‌ترین داراییمون، یعنی آب، به شکل تکان دهنده ناکارآمد برخورد میکنیم. بیایید این گل به خودی‌ها رو یکم دقیق‌تر ببینیم. ما وسط خشک‌ترین بیابون‌هامون محصولاتی مثل هندوانه می‌کاریم که 92% آبه. این یعنی چی؟ یعنی داریم آب‌های زیرزمینی چند هزار سالمون رو بسته‌بندی می‌کنیم و در قالب میوه به کشورهای دیگه صادر می‌کنیم. از اون طرف هزاران چاه غیرمجاز مثل زالو افتادن به جون سفره‌های آب زیرزمینی. اینقدر آب کشیدیم که دشت‌ها دارن به معنای واقعی کلمه فرو میرن و زمین داره میمیره. و در آخر جنگرهایی که میتونستن مثل یه اسفنج آب بارون رو نگه دارن، بی‌رویه از بین بردیم. در نتیجه همون بارون کم هم تبدیل به سیل میشه و از دسترسمون خارج میشه. و اما رسیدیم به جذابترین و البته جنجالی ترین بخش ماجرا، جایی که پای تئوری‌های توطئه به میون میاد. مطمئنم شما هم شنیدید که میگن کار خودشونه یا دارن ابرهامون رو میدزدن. بیاید ببینیم این ادعاها چقدر با منطق و علم جور در میاد. یکی از معروفترین این تئوری‌ها هارپ هست. یه پروژه تحقیقاتی توی آلاسکا که خیلی‌ها معتقدن یه سلاح سری برای کنترل آب و هواست و آمریکا از اون برای ایجاد خشکسالی تو کشورهای دشمنش مثل ایران استفاده میکنه. اما آیا واقعاً همچین چیزی ممکنه؟ ببینید، این یه استدلال منطقی و خیلی ساده است. دانشمندها در سراسر جهان تاکید میکنن که بشر هنوز به فناوری کنترل کامل و هدفمند آب و هوای یه منطقه بزرگ نرسیده. اگه همچین قدرتی وجود داشت، چرا آمریکا ازش برای مهار کردن بلایای طبیعی ویرانگر تو خاک خودش استفاده نمیکنه؟ این نشون میده که واقعیت هنوز با داستانهای علمی تخیلی خیلی فاصله داره. تئوری محبوب بعدی ابردزدی هست. این ایده چی میگه؟
میگه که کشورهای همسایه با استفاده از تکنولوژی بارورسازی ابرها همه بارش ابرها رو قبل از اینکه به مرزهای ما برسن برای خودشون خالی میکنن و دیگه چیزی برای ما باقی نمیمونه. واقعیت علمی بارورسازی ابرها اینه که این تکنولوژی معجزه نمیکنه. شما نمیتونید از هیچ ابر بسازید. این فرایند فقط میتونه یه ابر موجود رو مثل یه اسفنج فشار بده تا حدود 10 تا 15% بیشتر از ظرفیتش بارش داشته باشه. پس این ایده که یه کشور بتونه کل ابرهای یه منطقه رو بدزده و آسمون رو برای همسایه‌اش کاملا صاف کنه با علم امروز اصلاً سازگار نیست. خب بعد از بررسی همه متهم‌ها و شواهد وقتشه که به یه نتیجه گیری برسیم. باید از تئوریا فاصله بگیریم و به واقعیت نگاه کنیم. و البته از اون مهمتر ببینیم راه حل چیه. حقیقت اینه که یک مقصر واحد وجود نداره. خشکسالی ایران یه بحران پیچیده است که از یه طرف به تغییرات اقلیمی و قهر طبیعت ربط داره و از طرف دیگه به مدیریت غلط منابع آبی و اشتباهات انسانی خود ما. پناه بردن به تئوری‌های توطئه شاید وجدان ما رو برای مدتی آروم کنه، اما مشکل رو حل نمی‌کنه. اولین قدم برای حل مشکل قبول کردن مسئولیته. راه حل هم مشخصه، هرچند که سخته. باید کشاورزی سنتی و غرقابی رو با روش‌های مدرن و کم مصرف جایگزین کنیم. باید الگوی مصرف آب رو تو صنعت و خونه‌هامون اصلاح کنیم و یاد بگیریم که آب یه منبع نامحدود نیست و در نهایت باید با طبیعت آشتی کنیم. جنگل‌ها رو احیا کنیم و به چرخه‌های طبیعی محیط زیست احترام بذاریم. اگه امروز بیدار نشیم، شاید فردایی نباشه که بخوایم آبی رو توش مدیریت کنیم. و سوال نهایی که باید از خودمون بپرسیم اینه: آیا این که انگشت اتهام رو به سمت یه دشمن نامرئی یا یه توطئه خارجی میگیریم فقط به این خاطر نیست که نمیخوایم با نقش خودمون تو به وجود آوردن این بحران روبرو بشیم؟ شاید سخت‌ترین کار نگاه کردن تو آینه و قبول کردن اشتباهاتمونه. این سوالیه که جوابش میتونه آینده آب در سرزمین ما رو مشخص کنه. مراقب خودتون و هر قطره آب باشید.